الو، سلام علیکم. و علیکم سلام. برادر بهروزبوی ساز هستید؟ اینجا خوب هستین؟ تشکری زیاد، سلامت باشین، بفرمایید. خدا نگهبانتون باشد. آمین. ما یک شهروند جمهوری تاجیکستان در مهاجرت قرار داریم. بله. الو، من میخواهم که جوابی همین دو نفر بود، سه نفر حاضر گردن جوابی ما رو تیم التماس. ما 4 5 نفره مرا اگر گپام تمام نشید یگام دقیقه وقت ما رو زیادتر کنید. خب خواهش بفرما. میکنم. یک کسی که گپ زد گفت که شما همین دروغ میگه. پرزیدنت تاجیکستان یعنی حکومت امروزه نسبت جوانان قدر دستگیری کرده است، امریکا برده است خواننده است، بالفرض کردن این وای کرده است. شما که دروغ گپ میزنه، میگه که دروغگویی تاریک الایمان است. بله. تا ایمانت که تنک باشه دروغ گپ باشی. خب در امریکا خونده باشی، دادری تو خونده باشد، از نام خودت گپ زن، از نام جوانو گپ نزن. اینا من حاضر در مسکو 6 تا گیم در برم 4 تا جوانن که از 19 سالگی انسان آمده در همینجا چقری کنده ایستادیان. بله. و اینا آیا جوان نیستن؟ یا که میگن که تاجیکستان بهشت روی زمین است. خیلی بهشت روی زمین برای هم یک عائله اخی. و این 9 میلیون آدم دیگه در دوزخ زندگی کرده ایستادن. شما که دروغ گپ میزنن. بله. گپ میزنی از نام خودتون گپ زنی، از نام ملت، از نام جوانو گپ نزنین. اخی این جوابی او یکم بودگی. انا جوابی او آدم دویمگیش میگه که من مریضم و مرا وقت زیاد بده و ما مسلمانیم و کیم مسلمانی. من نعوذ بالله خداوند مرا گناهگار نکنه. این آدم مسلمان نیست، دروغ میگه. برای که دروغ میگه، وقتی دروغ میگوی تو مسلمان نیستی. این دروغ گپ زد. انا دروغگویش در همین میگم. مثال اینا من یک مهاجر، مثال ده من در یگام حزب در یگام گروه نیستم. من خودم سفارت همین تاجیکستان 4 مراتب تلفن کردم. بله. گفتم یه برادرو ما در همین مهاجرتیم، خیلی همین کرانتین شده است، ما چی کار کنیم؟ چه مصلحت میدی؟ چه توصیه میدی؟ ما کجا را همین اجاره پولی و خورد و خوراک تا بود. با سری ما اوسو داد زده جواب میدیم. ما گفتیم واقعا شما با سری ما داد نزنید، ما ای معاش شما نتحلیده ایستادیم، شما همچون مسئول هستید، ما ای شما پرسیده ایستادیم که ما همین حالت دیم. همین حکومت یگان مبلغ برای ما رو جدا کرده است، یا که میدونه که در همین جا 1 میلیون مهاجرش در همین حالت دارن، کجا روند چیکار کنن؟ میگه یگان کس یگان چی جدا نکرده است، ما یگان کار کردن نمیتونیم. خیلی جدت کنی اگر یگان صدقه کن پیدا شوه 2 کیلو کرشکه روان تون میکنیم. من 10 ها زنا را میدونم که ماهاش قطعی جدت کردگی یگان چی رواشون کردگی نیستن. این چیزی هست من عینامی کسی نمی‌چر با چشمام دیدگیم. رنگی او آدم ما دروغ گپ نمیزنم. بله. این دویون سیمش میگه که من بیل فرض کنیم شما 1 میلیون باشین مهاجرو باشن طرفدار یا که بر ضد حکومتن دیگه مردم جمهوری تاجیکستان همه طرفدار شما با خونریزی میگیره با جنگ میگیره. یکمش که اگر 1 میلیون مهاجر باشد اینا زن فرزند پدر مادر اکا و دادر دارن الکی 5 6 میلیون میشود. یگان تاجیک خودش تا یک نفر نیست. این یک. دویمش که اگر در کار شود به خونریزی میگیریم. شما ما رو از خونریزی نترسونید. ما از مردن منصر شدگیم. ما از مردن منصر به خوبی براید رود دیگه وریان نداره. این دو. سیمش که اگر به شرط قسمی کمی مردم همین در شما و در چیزی مثلا محیدین کبیری و در پیمان در همین طرفدار شما قسمی کمی مردم باشد او اینا رو چی قدر سوخته گرفته است اینقدر گپ میزنه. خیلی کم کی باشه شما پی کار خودش رفتن بگیرید. او خیلی کم هیچ کار کردن نمیتونه. یعنی اگر قسمی کمی مردم باشد او هیچ گپ نمیشه. چی شما رو قدر درد زده است. اوکی. بله. الو. بله درست است. برای همین برادر سلمان بله. من با باوری کامل من در درون مردم هستم، در درون مهاجرا هستم. 90% مردم بیزار است از این رژیم. بله. 90% مردم بیزار است. برای همین اینا میدونن این چیزا دیگه علاج ندارن. انا خیلی آدما برآمده وقتی برنامه رو میگیرن اینا رو وقت بسیار نتشون. همین 3 دقیقه کسل بیمار است، 3 دقیقه زیاد دادن در کار نیست. باقی در با صحبت‌های آینده خدمت. سلامت باشین. تشکری زیاد.